پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کن. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سردست دستانت، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانه. گلم در قلب و در جانی، منم شیدا چو پروانه. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. دایما شکر خدا کن تو اگر داری پدر، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان ما. امروز آمدیم به دهه آهالیک شهر سمرقند برای تبریک کردن صاحب مک، یکی از حافظان خلقی ما که امروز جشن زادروزشان است. از نام فرزندان، از نام جگربندانشان تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی و شادباش را همراه شمایان به هم ببینیم. تیار باشید، اگر رفتیم. پدران، مادران عزیز، مهمانان خانواده امکجان عزیز ما صاحب مک، هر یکی شما را با امروزه زادروز حافظ خلقی عزیزمان ابرمرد دهه‌مان خوش آمدید میگوییم. قدم‌هایتان را نوری دیده میخوانیم. امروز پدر عزیز، پدری مهربان جشن زادروز دارند. صاحب مک و حضور شنید استراحت کنید. مرحبا. و البته به نزد شما مادر عزیز زمیره خاله را تکلیف میکنیم. زمیره خاله کنید نزدیکتر ایستید جان شما، با قوت دل شده. صاحب مک جشن زادروز مبارک، روزی تولد رو مبارکباد میگوییم. امروز معلمه چند ساله شده؟ 18 ساله. حالی نو 18 ساله. جشن زادروز مبارک. صاحب مک خدا کند که 120 ساله شوید. علمین خاندان زیبایتان با حج آشی ها کرده،
ختنه‌تویی های نبیره ها را گذرانده، سر و برش خودتان حافظی کرده، همیشه سر و بر فرزندها شده گردید. زادروزتان مبارک. امروز از نام ساربان جان، از نام زرینایتی، زمانه بانو، از نام دامادها، از نام خوشنوده بانو خواهرم تبریک میگویم شما را. گفتند برای ما پدر ارزنده از ازل مهنت کردن، با مهنتی حلالشان از هیچ کس کم نکرده ما را به وای رساندن، خواندن، تویشاندن، خیراندن، شب را شب، روز را روز نگفته، برای ما فقط مهنت کردن. لیکن در نزدیکی سالک ما را ترساندن. دیگر از خدا میپرسیم که هیچ وقت نترسانند ما را. تاج سری طلایی ما شده گردند. همراهی مادر عزیزم همیشه صحت سلامت باشند، درد و غم را نبینند. حاجیانم و حاجی بابا شده گردند. پدرم ناز میبینیم، دوست میداریم، میخواستیم که پاشان با خار نخلد. برای داداجان عزیزم رسانید که چشمه هایی از محبت نورشرار دارد پدر. چشمه هایی از محبت نورشرار دارد پدر. سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبرد زندگی، از سر جانی عزیزی خود گذر دارد پدر. در بنای خاندان بر شهرستان مانند همه، روزگاری هستی ما را به سر دارد پدر. پدر ما انسانی خاکسار هستند. ساربان جان میگوید هر بار که من به وای رسیدم، قوت قنات پدر شدم، گفتم دادا جان کار بس، اگه خاندانم پیشکش بشید نه، من بربیل مهنت میکنم و شمایان به یاردم میرسانم. پدرم چنان انسانی خاکسار هستند، تا حاضر مهنت میکنند، مهنتی حلال میکنند. فقط میخواستیم صحت سلامت باشند، هیچ وقت خسته نباشند. انامین ختنه‌توی نویرهشان با خودشان از آش نهار تا ویچره خدمت کنند و خدمت خلق را باشند. دوست می‌داریم. برای پدرم، برای مادرم در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که نامش کتاب قرآن است آماده کرده تیار کردیم. مهمانان اگر قرصک زنیم اگر برای پدرجان میسپارند کتاب قرآن را. مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. زمین خانم زنی عاقله، زنی حافظ شدن در این زمانه تین است. من به این درجه ها رسیدن عمک جانم راه شما کلان است. البته همیشه صحت سلامت باشید و در سر فرزندها دعاگوی شده گردید. امروز بزم زیباست خاندان ما بیرم است. برای شما هم تحفه های ارزنده داریم، گلدسته و البته انگشترین طلا برای مادر جانشان تیار کردن. مرحمت پیشکش میکنیم گل های زیبا را. مرحمت قبول کنید. از نام نبیره ها مبارک باشد. Çorasın topgan, menga taş otgan, canını otgan, bir çıksın yanımdan oturab yotgan. Bu mening onam, har bir istagim çorasın topgan, menga taş otgan, canını otgan, bir çıksın yanımdan oturab yotgan. زمین خانه امروز از همه دیده پیش شما ارزنده هستید برای تبریک کردن. حتی مهمانان و خانواده و خوش آمدید. امروز صاحب مک را در جشن 18 سالگیشون تشریک تبریک میکنیم. مرحبا. سلام علیکم. خوش آمده به درگاه ما. ساعت بدرویم. حضور بچه نوازهای یقینم. کسان باشم. بچه‌م رحمت. سالبان ساعت بدرو که ملاقات خوشت پیش شد. تو همجای پدر، همجای مادر، همجای مادر. الهی برکه یا. زن که خوشت پیش شد. هیچ وقت درد و غم نبید. هزار رحمت تشکر میگویم. زادروز مبارک. حتی دختران تبریک گویند. مرحمت. زرینایتی. سلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمده. دادا جان ساعت بدر سرکم و ساق سلامت کرده. روزی نقص و هم خیلی شب الهی. رحمت. مرحمت زمانه.
اولا بار السلام علیکم، خوش آمده. دادا جان صد بدره، دادا جان صد بدره، سلیمان به ساخت سلامت گرده، بیم که خوش پیر شد. رحمت مبارک باشد. چرا میخونید؟ السلام علیکم بابا جابا داری کده مردست رحمت. حاضر صاحب مرد زمین خانه یک جای یک تار تیار کرده که هر دوی شما برایشان برای هستیتان شکرانه گفته الان شیرینی را تیار کردیم، یک جای میبریم از آن تناول میکنیم. مرحبا. از آقای ساربان جان تبریک میگویم. بازار دور نرفته یا نشون به نزدیکتر ایسته. خواهم مثل سعدی 100 سال عمر ببینی، از دامن امیدت گلدسته ها بچینی. تو را آرزو دارم دولت و گنج
ببینی 100 سال عمر بی درد و بی رنج. السلام علیکم مهمانان عزیز. اولا بار همه شمایان را خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج سر. امروز روزی زادروزی برادری زیبایم، برادری عزیزم. من از تحت دل صمیمانه صدقاً برادری عزیزم را تبریک و تهنیت ها میگویم. از درگاه خداوند برایتان صحتمندی و تندرستی، خانه آبادی، سلامتی را تمنا دارم. بگذار به سری مایان، به سری فرزندان، به سری نبیره های خود همیشه ساق سلامت باشید. الها هر سال همه ما دوستان نزدیکان جمع شده در روزی زادروزی برادرمون همه ما باشیم، همه اشتراک کنیم. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا بر دل و بردیده باشی. زادروز مبارک برادری عزیز. هزار رحمت معلمه عزیز، تشکر میگویم. البته باز یک معلمه در این خاندان که هر یک اینها صاحب علم هستند. مرحمت. السلام علیکم همدیاران، مهمانان عزیز، همه شمایان مهمانان عزیز در این کاشانه برادر عزیزی من خوش آمدید میگویم. هر قدم هایی که مانده آمده نوری دیده تاج سر. من از این فرصت استفاده برده به برادر عزیزم پیش از همه صحت و سلامتی، عمری بردوام، تمام خوشی های دنیا را تمنا کرده گفتنیم 100 ساله شوید و پس از آن پیر شوید. خوش آمدید مهمانان عزیز. هزار رحمت، تشکر میگویم. مبارک باشد. البته معلمه عزیز بعد از درگذشتن پدر مادر انسان از برادر و خواهرش چهره آنها را یاد میکرده است. همیشه سر دسترخوان این اولاد کلان بازار رو فاش شده گردید و مصلحت چی باشید، هیچ وقت درد و غم را نبینید. همیشه شکوفان باشید، جوان باشید، زنده دل باشید. زادروزتان مبارک. نیت های نکو باشد. اگر باز میشنویم صاحب مک مرحمت به حضور پیش مهمانان گذشته شتگیتان ممکن. تشکر میگویم. زادروز مبارک. من در اینجا دوستان جوره ها ابرمردانی دهه آهلیک نشستن. یک تا پیشی امک جان ها را میمتنیم. السلام علیکم مهمانان آلخت. اینجا یه سخنم بگفتگم نه ما همین برادر و صحت سلامتی، خانه آباده، تنجه بگذار هر روز همه روز خورسندی باشد. همه الله دادگی عمرش یک پرفیض و برکتناک باشد. همیشه این روزها گشته تکرار شود. من این درس خون با آماده با همه خورسندی های دوامناک باشد. زنده سلامت باشد. درست کنید. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از این فرصت استفاده برده شخصا صاحب جان رو با امروزی تکرار نشونده تبریک و مبارکباد نموده به اینها ساق سلامتی، تنجی، آسودگی میخواستم که هم وقت خوش پیر شوند، حضور حلاوتی ایوارهای بدن. در این خاندان فقط روزهای خرسندی بسیارتر شود، دوران از این زیادتر شود. دولتمون تی باشد، همه با ساق سلامتی. رحمت کنید. صاحب جان اولو برای تو صحت سلامتی، باز صحت سلامتی و باز صحت سلامتی، عمری دراز، در سری کودکات فرزندا سربان باش. روزای بدی میگذروندگی من همه خیلی شود. همیشه با نیت های نیک زندگی کنیم و صاحب جان سالهای دراز 100 سالگیش به یوبیلی 100 سالگیش به همینجا همین همسایه‌کتی، همین دوست و رفیقاکتی یک جا باشیم. عمری دراز، صحت سلامتی و تنجی عائلوی. رحمت.
رحمت تشکر میگیم. در عرفیات میگویند که حرمت مردان از زنها یک قدم بالا است. امروز میخواستیم پیش از نوبت را رقص و بازی دادن یک عکس گیریم، رسم ها گیریم. بعد حاضر باش شما نشینیتان استراحت کنیتان. صاحب من که یک جای همه خشان نزدیکان که رسم میگیریم، فوتوسسی میکنیم. بعد از آن همراهی زنبانوان بیرون برآمده میرقصیم و خرسندی میکنیم. Yeah.
مانا بیننده های عزیز، امروز با آن مقصدی که در دل داشتیم رسیدیم. دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. خرسند هستیم همراهی آینه نیروگین همراهی شمایان دیده به دیده رسیدیم. امروز صاحب مکه را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. البته آن لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رحمت کلام برای همش.